درود بر شما. شوکت محمد با شما هستم. برنامه خبری تحلیلی امروزی پیام نیوز را با کمال میل تقدیمتان میکنم. پذیرا باشید. سرخط خبرها. سفر امام علی رحمان به پاریس، واکنش جامعه شهروندی و سازمان‌های بین المللی، تظاهرات گسترده مخالفان تاجیک ضمن این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان. در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی 2 نفر نه 6 نظامی جان باختند. شرکت هواپیمایی سامان ایر از فرانسه 5 چرخبال می‌خرد. دیروز 7 نوامبر امام علی رحمان به فرانسه آمد. او را از فرودگاه شارل دگال پاریس 2 خانم و نفران ناشناخته و مجهول از مقامات فرانسه پیشواز گرفتند. سطح استقبال کنندگان پیشوا در حد بسیار پایین بود که در هیچ منبع نام پیشوازگرندگان ذکر نشده است. حتی دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان که عادت دارد این گونه پیشوازها را با شهامت از بودش بیشتر نشان دهد، سطح استقبال کنندگان را ذکر نکرده است. رسانه ها خبر دادند که سراول امام علی رحمان به قبول شاهزاده کریم آقاخان 4 سرفراز شد و با او ملاقات کرد. در جریان ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با تشکیلات آقاخان عاید به رشد موردی بررسی قرار داده شد. اما حالا قدم امام علی رحمان به فرانسه نرسیده، جامعه شهروندی و سازمان‌های بین المللی به حکومت فرانسه هشدار داده گفتند از اینکه یک دیکتاتور را قبول میکنید، ضمن واخوری حکومت فرانسه باید به اصول خود صادق باشد و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را از سیاست‌های سرکوبگرایانه‌اش آگاه کند. هیومن رایتس واچ و خبرنگاران بدون مرز، 2 سازمان معتبر بین المللی، از پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون خواستند ضمن دیدارش با امام علی رحمان حتما مسائل سرکوب دیگراندیشان، به زندان انداختن منتقدان مخالفان حکومت، شکنجه، محدود کردن آزادی مطبوعات، آزادی بیان و دیگر آزادی‌های دموکراتی در کشوری تحت رهبریت رحمان و همچنین موردهای افزاینده هلاکت محبوسان را در میان گذارد. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ با نشر بیانیه گفته که مطمئناً امام علی رحمان از فرانسه پشتیبانی سیاسی و اقتصادی را درخواست خواهد کرد. ماکرون باید به اصول خود صادق باشد و رئیس جمهور امام علی رحمان را از سیاست‌های سرکوبگرایانه‌اش آگاه کند. فیلیپ دام، نماینده دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ نوشته است ماکرون باید رئیس جمهوری تاجیکستان را زیر فشار قرار دهد تا وکیل مدافع بزرگمهر یاروف و دیگران را که پرونده هایشان از طرف کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی شده است آزاد کند، به آزار و اذیت مخالفین در خارج پایان دهد و مرگ و میر زیاد در بازداشتگاه و زندانها را تحقیق کند. در اظهارات خبرنگاران بدون مرز آمده است ما از همه رهبران اروپایی می‌خواهیم تا در عوض روابط خوب با تاجیکستان احترام به آزادی مطبوعات را شرط گذاری کنند. دیروز 7 نوامبر مجله معروف فرانسه لجورنال دی دومانچه مطلبی را به چاپ رسانیده می‌پرسد که برای چی امانوئل ماکرون امام علی رحمان را به حضور می‌پذیرد. در روزنامه از طریق همکاری‌های دوجانبه یادآوری و ذکر شده است که در دوام 10 سال حضور نظامی فرانسه در افغانستان پس از حمله‌های القاعده در 11 سپتامبر، فرانسه از این کشور به مقصد ترانزیتی استفاده برد. پس از خروج نظامیان فرانسوی که با تصمیم رئیس جمهوری وقت فرانسه فرانسوی آلاند صورت گرفته بود، روابط با این کشور فقیر سست شد و حالا امام علی رحمان می‌خواهد آن را احیا کرده دسترسی به کمک‌های اقتصادی و مالیوی پیدا کند. در رادیوی بین المللی RFI که با 16 زبان عالم برنامه ها پخش میکند، شام دیروز گفته شد که برای امام علی رحمان در فرانسه آسان نخواهد بود،
چون برایش اینجا خیلی سوالهای مشکل داده خواهد شد. Говорит Париж, в эфире новости. Таджикские оппозиционеры готовят митинги протеста по случаю официального визита во Францию президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Президент Таджикистана находится во Франции с 7 по 12 ноября. 8 ноября у него запланирован рабочий завтрак с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Перед этим в пятницу вечером Рахмон принимает участие в закрытом обеде, который устроен в его честь Советом сотрудничества Франция-Таджикистан, организацией французских предпринимателей МЕДЕФ. Информация об этом была опубликована на сайте Союза французского патроната. Визит таджикского президента носит официальный характер, однако информация о том, чем будут заняты 6 дней его пребывания на французской территории, немного. 12 ноября Эмомали Рахмон ожидается на Парижском мирном форуме, который проходит с 11 по 13 ноября во французской столице. Эту информацию выяснило сетевое издание Новостан.орг. Помимо Франции, Эмомали Рахмон уже посетил Швейцарию и, по некоторым данным, собирается в Чехию. Об этом сообщает Азия Плюс. Это агентство подчеркивает, что визит в Европу будет нелегким для таджикского президента. Ему придется выслушивать нелегкие вопросы, связанные со свободой слова в стране, блокировкой сайтов интернета в Таджикистане, предстоящих в начале весны будущего года выборах в парламент и осенью 2020 года президентских выборов в республике. علاوه بر این از گوشه و کنار اروپا پناهندگان مخالفان سیاسی تاجیک به واخوری روبروی امامعلی رحمان خود را الکی دیروز 7 نوامبر به پاریس رسانیدند. شام 7 نوامبر یک گروه طرفداران حرکت سیاسی گروه 24 در شهر پاریس پایتخت فرانسه در مکانی که امامعلی رحمان با صاحبکاران فرانسوی ملاقات میکرد خواستند تظاهرات برپا کنند. اما این دم کارمندان خدمات امنیتی امامعلی رحمان با تظاهرگران مناقشه خیزانیده دشنامگویی و زنازنی کردند. محافظان رئیس جمهور به پیش اعتراضگران برآمده از اعتراضگران طلب کردند که پراکنده شوند، ولی بین آنها و اعتراضگران از گروه 24 مناقشه برخواسته به زنازنی پیچید. در پی این مناقشه به محل حادثه حدود 50 کارمند پلیس فرانسه و ماشین یاری تعجیلی را فرستادند و کارمندان پلیس اعتراضگران و اعضای هیئت حکومت تاجیکستان را از هم جدا کرده دیگر نگذاشتند که به مکان ملاقات امامعلی رحمان نزدیک شوند. امروز در میدان رسپوبلیکه پاریس زیاده از 100 نفر مخالفان تاجیک جمع آمده تظاهرات برپا کردند. اعلان شد که این تظاهرات با ابتکار پیمان ملی تاجیکستان تشکیل شده است. در تظاهرات باباجان قیومزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان، الهامجان یعقوبوف رهبر اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، عبدالستار بابایف رهبر کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، محمود جان فیض رحمانوف رهبر دپارتمنت روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان، محمد جان نوری پسر بزرگ پایه‌گذار هنید و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همچنین محمد اقبال صدرالدین مدیر سامانه اصلاح سخنرانی کردند. تظاهرگران شعارهای مثل دیکتاتور استعفا، رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف خاین، ظلم بس، جنایت بس، زمین فروشی بس و غیره را سر دادند. باباجان قیومزاد گفت نمایندگان حکومت همیشه به ما میگویند بیایید روبرو حرف زنیم. حالا ما جمع شده ایم تا با امامعلی رحمان روبرو حرف زنیم، اما او پنهان شده است. همه میدونند که همیشه در امروزها در فیسبوک در همه جا در شبکه‌های اجتماعی اون نفران فرمای جواب همیشه به ما میگویند که بیاین روبرو صحبت کنیم و چگونه که میدونیم دیروز حتی که این محافظان فیورر در این حتی در اروپا با یکی از نمایندگان مخالفین حتی درگیر شدند. فکر کردند که اینها هم اینجا هم تاجیکستان است و هر کاری که میخواهند میکنند، ولی این فکرشون غلط است و هرگز نمیتوانند هر چی دلشون خواست در اینجا انجام دهند. بنابراین از همه شما خواهش میکنیم بار دیگر اگر رحمانوف
جرأت دارد با محافظانش با مردم خودش مستقیما صحبت کند. ما هم میخواهیم صحبت کنیم. ما برای او ما هیچ وقت با او جنگ نکرده ایم. او هست که با مردم خود جنگ اعلام کرده است و باید با او صحبت کنیم و با او صحبت میکنیم، چی با حضور، چی با در جای دیگر، چی اینجا، چی در رسانه ها، ما حرفمان را میزنیم. علیم شیرزمانوف اظهار داشت من هیچ پیامی به امام علی رحمان ندارم. پیام ما به رهبران اروپا است که دیکتاتورانه مثل امام علی رحمان را در کشورشان قبول نکنند. برادران، ما پیغام به رحمانوف نداریم. رحمانوف تاجیکستان را به یک کارخانه پول کارخانه تبدیل داده است. او پروای ما را ندارد. 5000 نفر هم اینجا جمع شوه، او پروای ما را ندارد و پیغام به او رساندن آنقدر یگان فایده نیست. پیغام ما به دولت های اروپا است، به مردم اروپا است که از چنین دیکتاتوران در اینجا میمونداری نکنند، از چنین دیکتاتوران در اینجا دعوت نکنند و ما باید از همین گردهمایی خودمان پیغامی به غرب رسانیم که همین آخران تشریف همین شخص و همین رژیم در دولت‌های آزاد باشد. محمود جان فیض رحمان گفت زمانی که امام علی رحمان به قدرت رسید امانوئل ماکرون همگی 14 سال داشت. تا این زمان 4 رئیس جمهوری فرانسه عوض شدند ولی امام علی رحمان همانا سر قدرت است. وقتی که امام علی رحمان سال 1992 رئیس جمهوری تاجیکستان شد، امین رئیس جمهوری فرانسه جناب ماکرون 14 ساله بود و تا امروز امام علی رحمان در سر قدرت هست ولی ده ها نفر در دیگر کشورها قدرت را تغییر دادند و بدون یگان مشکلی. محمد جان نوری اظهار کرد پیام ما به رهبریت فرانسه این است که ضمن ملاقات با امام علی رحمان به او کمی درباره دموکراسی درس دهند. او گفت صف مخالفین روز تا روز بیشتر می شود و آنها حتما با پیروزی به کشور برخواهند گشت. ملاقاتی که امروز جنابی ماکرون با امام علی رحمان دارند یک کم مفهوم دموکراسی را برای او درس بدهند، برای او توجیه بسازند که دموکراسی یا دموکراتیا یعنی چی. دموکراتیا این نیست که یک نفر هر کاری که دلش بخواهد برای یک ملت، یک کشور انجام بدهد، بتواند انجام بدهد. روز می شود که این ملت به پا میخیزند و از حق و حقوقهای از دست رفته خودشان دفاع میکنند و برای آزادی کشورشان، برای اینکه سرزمینشان، وطنشان دیگه پارچه پارچه کرده فروخته نشود مبارزه خواهند بود. محمد اقبال صدرالدین فعال سیاسی و مدیر سامانه اصلاح گفت دقیقاً 230 سال قبل مردم فرانسه سر بلند کردند و به ظلم و استبداد بس گفتند. او گفت هیچ حکومتی مثل حکومت امام علی رحمان به مردمش ظلم نمی کند و مردمش را در جهان به آبرو و به اعتبار نساخته است. مردم فرانسه قد علم کردند و حکومتی که حکومت‌های دیکتاتوری یا اینکه منارخیایی که در این کشورها وجود داشت اون را سرنگون کردند و حاکمیت به دست این ملت گذشت. همین زمان ضمن سخنرانی محمد اقبال صدرالدین کارتژ امام علی رحمان از نزد تظاهرگران گذشت و جمع آمدگان به سمت او شعارهای امام علی دیکتاتور و دیکتاتور استعفا سر دادند. امام علی رحمان و دیکتاتور گذشته ایستاده است، نونه که میشنویم استعفا دیکتاتور، رئیس
جمعیت تاجیکان نور در آلمان عبدالقادر شیخوف اظهار کرد 15 سال آخر در اروپا کار فعالیت میکرد اما به سیاست نپیوسته بود. ظلم و استبداد و خیانت این رژیم باعث شد که به سیاست پیوندد و او اعلان کرد که از امروز به بعد به پیمان ملی میپیوندد. من تا امروز در پیمان ملی تاجیکستان اعضا نبودم و حتی اعلان کردم که من اگر که باشم مثلا من پیمان ملی من همچون جمعیتی هستم و امروز اعلان میکنم اولین کاری خود ما امروز رسما من در پیمان ملی پیوستم. در آخر متن اظهاراتی تظاهرگران را الهام جان یعقوبوف قرائت کرد. اول بسیار ننگاور است که در آستانه سالگرد انقلاب کبیر فرانسه این کشور میزبان کسی مثل امام الرحمن که نماد دیکتاتوری و ظلم استبداد در جهان محسوب می آید باشد. 27 سال است که امام الرحمن در رأس حرم قدرت در تاجیکستان قرار دارد و در این مدت صدها شهروند فقط به خاطر موقع سیاسی بازداشت و به زندانها افکنده شدند و انواع فشار و شکنجه ها را از سر میگذرانند و نه تنها خود زندانیان سیاسی بلکه خانواده های آنها نیز از دست مقامات امنیتی تاجیکستان در امان نیستند. بنابراین ما خطاب به مردم و جامعه آزاد فرانسه و حکومت آن میرسانیم که استقبال حکومت فرانسه از یک دیکتاتور در سرزمین آزادی و پرچمداری دموکراسی در جهان یک ننگ است. و نهایت امانوئل ماکرون همتای تاجیکش امام علی رحمان را به حضور پذیرفت. اما این پذیرایی از پذیرایی ها فرق می کند. نهایت خاکسارانه. نه در تگی پا پایانداز سرخ انداخته شد و نه گل دختران فرانسوزی با گل قطار شدند. شاید من بعد این سیر و گشت در اروپا برای امام علی رحمان درسی سیاسی شده باشد. شاید آموخته باشد که دموکراسی چی است و زندگی آسایشته چگونه باید باشد. شاید این را هم آموخته باشد که هنگامه کرده گل دختران تاجیک را به پیشواز هر کسی نباشد قطار کرده برآوردن حاجتی ندارد. از همه مهم شاید این همه بی‌پرواگی و بی اهمیتی های کشورهای اروپایی ضمن قبولش شاید درس خوب شده باشد. امام علی رحمان شاید درک کرده باشد که گفت خودش از آسمان نچکیده است. این ملت از او سزاوارتر به این جایگاه هزارها را دارد. طبق اطلاع از رسانه‌های دولتی در این دیدار جانب‌ها مشورت‌های سیاسی بین اداروی، توسعه همکاری بیشتر در بخش‌های مختلف تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ساحه‌های گومانیتری و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات جانب‌ها عاید به مبارزه به مقابل خطر و تهدیدهای جهانی، تروریسم، افراطگرایی، جنایت‌های متشکل از جمله گردش غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه، سودای انسان تبادل اندیشه کردند. یگان سند جدی نظررسی امضا نشد. همگی 5 سند همکاری با امانوئل ماکرون به امضا رسید و در عموم امام علی رحمان و همراهانش در پاریس 11 سند به امضا رسانیدند. طبق اطلاع از رسانه‌ها در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی 5 مرزبان و 1 مأمور میلیسا جان باختند. در این باره و چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. طبق اطلاع از رسانه‌ها در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی 5 مرزبان و 1 مأمور میلیسا جان باختند.
این در حالی است که مقامات تاجیکستان تاکنون درباره کشته شدن مأمور میلیسا بهرام قاسمزاده و مرزبان عزت‌الله لطیفов گزارش داده بودند و خلاص. این خبر را منابع رادیو آزادی نیز تصدیق کردند و هویت قربانی ششم را نیز آشکار کردند. طبق منبع خبر سرباز کشته شده نعیم جان سیدعلیمov از ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوغد است و روز گذشته در یک مراسم خاص دفن کرده شده است. از این پیش وزارت کارهای داخله خبر داده بود که 20 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان گذشته به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد صبح 6 نوامبر حمله کردند. در نتیجه 15 حمله‌ور کشته، 5 تن دیگر دستگیر شدند. این هم در حالی است که مقامات وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند جنگجویان داعش از قلمروی آنها به دیدبانگاه مرزی تاجیکستان حمله نکردند. شرکت هواپیمایی سامان ایر با شرکت ایربس یادداشت به امضا رسانید و در دایره سند مذکور سامان ایر تصمیم دارد علاوه بر چرخبال H125 که الکی وارد دوشنبه گردیده است، یک چرخبال H125، دو چرخبال H130، دو چرخبال H175 در عموم 5 عدد چرخبال و همچنین هواپیماهای نوی ایربوس خریداری نماید. طور رسانه دولتی خاور اطلاع داده است یادداشت حسن تفاهم دیروز 7 نوامبر در شهر پاریژ ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان تحت سروری رئیس جمهور امامعلی رحمان با نمایندگان صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جمهوری فرانسه به تصویب رسید. گفتنی است یک چرخبال H125 در فروش 3,89,950 یورو نرخ دارد و نرخ چرخبال H130 باشد 3,675,500 یورو است. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایربوس هلیکوپترز H125 خریداری نموده بود که آن دارای عملیاتنوکی بلند، عیانیت اعلی، لرزشی پست در کابینه بوده، 5 جای نشستی مسافران دارد. مدل H125 از همه چرخبال‌های یک محرکه صنفی خود با خصوصیت‌های تکنیکی، گوناگون جبهگی، سطح بی‌خطری و ارزش دسترس، اینچنین از جهت کار در شرایط شدید برتری داشته برای استفاده در بلند کوه‌ها و گرم مطابق می‌باشد. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های استراتژی می‌گوید ایران در سراسر خاورمیانه یک شبکه متحدانش را ساخته است که با کمک این شبکه متحدانش در مدت 40 سال گذشته توانسته است توازن قدرت در منطقه را به نفعش بگرداند. در گزارش این مؤسسه که در لندن قرارگاه دارد آمده است امریکا و متحدانش در منطقه از نظر مجهز بودن با سلاح‌های معمولی قدرتمندیشان را نگه داشتند، ولی با وجود این ایران توانسته است به آنها مقاومت کند. در گزارش آمده است شبکه‌های نفوذ در منطقه به ایران امکان دادند که در امور سوریه، لبنان، عراق و یمن نفوذ زیاد داشته باشد. از سال 1979 از زمان انقلاب اسلامی ایران به جلب سرمایه گذاری و مسلح کردن گروه‌های گوناگون در سراسر منطقه شروع کرده است. در گزارش آمده است بعد خروج آمریکا از سازش اتمی سال 2015 در سال گذشته و اعمال دیگر باره تحریمات و ضد ایران برای به دست آوردن سازش نو جمهوری اسلامی به چنین فعالیت‌هایش ادامه داده است. نیروهای امنیتی عراق در شهر بغداد حداقل 6 کس و در شهر بصره 4 تن دیگر را ضمن اعتراضهای ضد حکومتی کشتند. منابع طبی و پلیس دیروز 7 نوامبر خبر دادند که در زد و خورد با پلیس 10 تن مجروح شدند. اعتراضگران طلب دارند که حکومت فعلی به استعفا رود. در شهر بغداد نیروهای امنیتی ضد ساکنان تیر گشودند که در نتیجه نزدیک 35 تن زخمی شد. پلیس راه به سوی منطقه را محدود کرد که بناهای حکومتی و اکثر سفارت‌های کشورهای خارجی آنجا جایگیر هستند. در شهر بصره پایتخت صنعت نفتی عراق پلیس سوی ساکنان تیر گشود که به اعتراض آسایش دست زده بودند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگر ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. تا هفته دیگر، خداحافظ.